نسیم سحر بر چمن گذر کن، ز من بلبل خسته را خبر کن، ز بیداد گل آه و ناله سر کن، شبی سر کن، شبی سر کن. شکر خنده زد به چهره گل. خب خیلی عالی، خیلی عالی. فقط لطف کن یه بار دیگه از سر تصنیف یه ذره دیگه برو تو حس حال موسیقی قدیم دیگه، اون دوره‌ای رو که خودت دوست داری. تصنیف نچندان آرزومندم. اینو یک تم خیلی قدیمی کردی هست که سری اصغر کردستانی خونده، رو صفحه‌های قدیمی هم هست، یعنی خیلی قدیمی. این رو دیدم خیلی موسیقیش به موسیقی قدیمی که ما داریم با هم بازسازی میکنیم خیلی نزدیکه و در این حالی که میخواستم ازش اقتباس کنم در این حالم نمیخواستم اون باشه. اون میگه درای رای رای درای رای رای درای رای 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 رای. نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید، وگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید. منی کن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. یاد چه تصنیفی میفتین؟ یه تصنیف رو انگیز خونده از کارهای وزیری، دقیقاً با این ملودی دارای دای دا بسته دام. آها بسته دام. آخرش اینو باز دوباره یک اقتباس خیلی جزئی است از اون، برای که هر چی می‌خواستم. ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیریم، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر، در آفاق گشاده است ولی کن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. اگر تو فارغی از حال دوستان یارای خدا، اگر تو فارغی از حال دوستان یارای، فراغت از تو میسر نمی شود.
ببین کوک چطوره اینجا. یه وقتا میتونیم اینجا بزنیم تو سول یا اینجا. این که فکر کنم خوب نباشه نه؟ یا اینجا تو دو. بهم خیلی ولی فکر کنم این اصلا بهتره. این امتحان کنیم. به خواب خوش نروم چشم وقت من همه ای آه گرش بخواب